سلام، خوش اومدید به چنل من با ویدیو جدید. سرور رود امپایر با بار شوتی زانتیاس جدید اومده داخل سرور. اینم اولین ویدیو من با صدای خودم و واقعا نمیدونم چی بگم که ماشین تازه وارد سرور شده و هندلینگ خیلی خوبی داره نسبت به بقیه ماشینا، تا بس به زیادی هم داره. راستی مود گرافیک جدید ریختن نسبت به قبلی، خیلی شادتره. رنگا دقت کنید متوجه میشید. مشخصات سیستم هم خواستید داخل دیسکریپشن میذارم، همینجا میگم. یه CPU i3 3470 دارم با یه دونه RTX 2060 سوپر 8 گیگ رم. تقریبا این سیستم با 10 میلیون جمع کردم دارم اینقدر پرفورمنس میگیرم. اگه گیم پلی بازی چیزی میخواید بهم بگید تا براتون بزنم. اونجا میبینید تصادف شدید شد دیگه، کنترل ماشین دست رفت. اسم من هدیه نگار جلوی چشام بیا نزار. بعضی وقتا این دکمه موسا نمیگیره، شیری ماشین وای میسه. حمایت کنید، من حتی مانیتورم ندارم، روی تلویزیون خونم بازی میکنم. یه از این باید کمتر رفت بزنم بخوام تر لذت بشه این ویدیو ها. تقریبا میشه گفت ASMR. حواسم نبود، وای خدا. راستی بچه ها، سرور رود امپایر یکی از تقریبا بهترین سرورهای ایرانیه. میتونید بازی رو بدون DLC هم ران کنید توی سرورهای رود امپایر. مود گرافیک کنسوله با CSP 018. واقعا دوربین چشم خوبه. از پشت ماشین فرست پرسن هسته سوم شخص بهش میگن فکر کنم. واقعا سخته با مستقل بازی کنم. این نکته یه چیز دارید که بتونه کیفیت ویدیو رو بهتر کنه داخل کامنت بگید تا بتونن ویدیوهای مورد علاقتون رو آپلود کنن، نه یه چیزی که حتی بیاد بازی رو نخوره. واقعا خیلی سخته بخوای با اینترنت ضعیف بدون یه دونه CPU برای 10 سال پیش همچین بازی با همچین کیفیتی آپلود کنی بذاری، بعد حمایت هم نشید. این خیلی سخته.
اگه بازی هم خریدی توی تخفیف ها که تخفیف خورده، تخفیف های پاییزی، نه پاییز چرا دارم میگم، تخفیف های تابستونی، اگه بازی اونجا خریدید نیاز به کمک داری برای نصب مود گرافیک ها اینا، کامنت بذارید دیگه، بگید تا من ویدیوش رو آپلود کنم. دیگه بعضی وقتی ماشین میپیچه، یعنی فشار سر پیچ زیاده. اون بچه ریزی بگو میشه میخوام بکنه به صدام یک کتش هم نیست. اگه راضی بودید عدد 0، راضی نبودید بازم عدد 0 رو کامنت بکنید. اصلا من نمیخوام کامنت بکنم. دیدید اساس بورسا واقعا فیزیک انگار جا نداره. ماشین از یه جایی رد میشه که حتی موتور هم نمیتونه رد بشه. این لیپسیش آرسی بودش یا اسکایپک؟ این خیلی قویه، ویدیوش هم گذاشتم ولی این زانتی آپدیتش میده. اگه به 200 سابسکرایبر رسیدیم وبکم هم میذارم. این نمه از روی صفحه ماشین چون ساندوف داره داخل ماشین هم معلومه. این جالبه. سعی کرده بازی واقعی گرانه باشه ولی زیاد نیستش، گرافیک اوکی داره. اونم با 100 تا مود گرافیک به این حد میرسه. واقعا سرورهای رود امپایر عالی هستن. اگه کسی میتونه بهشون یه ریپورتی چیزی بده که راینو توی سرور آن کنن، مثلا راینو توی حداقل سرور 1 و 2 آن کنن، عالی میشه. گرافیک ویدیوها خیلی میره بالا. یا خودم باید آنش کنم توی سرور، یه جور بگید دیگه کامنت بذارید.
این چنل شده تقریبا قدیمیه، بعد پارساله قدیم که بهش نمیدونم. این چنل ساختم، چند تا ویدیو گذاشتم ولی پاکشون کردم دیگه. چنل خیلی وقت، یه سال تقریبا دست نخورده موندش تا الان که سیستم گرفتم، سیستم بستم، تونستم ویدیو با کیفیت بذارم. الان دیگه دوباره همون چنل رو شروع کردم چون تقریبا 3000 تا ویو داشتش. اینم یه نما از صندلی عقبه که باره توش معلومه. خیلی جالبه واقعا این ماشینا رو با دیتیل ساختنشون. واقعا سازنده این مدل ماشین ایرانی ممنونم چون خیلی تلاش کرده و سعی کرده با وسواس با کیفیت باشن. خودش که دولاین اسید کورسا یه دونه چالشه. اگه دوست داری مثلا خودم تو ویدیو حرف بزنم که بگید من مثلا نرم میکروفون چیزی بگیرم، یا اگه مثلا دوست دارید بگید، دوست نداریدم بازم بگید که صدا تو حذف کن تا مثلا ویدیو آرامش بخش بشه، یه حالت ریلکسیشن. کسایی که مثلا حرکت دادن فرمون رو با موس فعال کردن، مثلا بخوام یه کاری انجام بدم، عجله دارم، نخوان هی از بازی برم بیرون دوباره بیان داخل، میتونم کنترل و با دکمه ایمان نگه دارم، یه بار بزنم، این حرکت با موس خیلی فعال میشه، دوباره همین کار بکنم فعال میشه. از این دوربین هم راحت تره، هم جذابه. یه نمایی از بار ماشین داری.
داخل سرور خارجی بارون هستش، ولی توی سرور ایرانی نمیدونم که من کدومش که رفتیم نبودش، یا شب بود یا روز بودش. خداحافظ. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اینو یه دونه از داخل از بیرون زانتیا جذاب طراحی شده با این مود گرافیک ریختن، واقعا یه چیز سطح فضاییه. ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید که من متوجه بشم. پس دیگه خدا